نامونه ملګرو جوړ تکړه د لندن د هرو په سیمه کې یو او د دې سیمې یوه ځانګړتیا دا ده چې دلته د افغانانو کاروبارونه ورځ تر بلې غوړېږي. افغانان ډېرېږي په بېلابېلو برخو کې دوی کاروبارونه شروع کړي دي او زه چې په دې لاره تېرېدم چې ومې لیدل چې یو بل دوکان دلته نوی خلاص شوی دی، وینې روز اینډ سمایل، او همدا رقم دا د ځوانانو لپاره د شاه او د ناوې لپاره کالي خرڅوي او د دې ترڅنګ نورې جامې هم دي. زه چې خبر شوم د دې چلوونکې یا د دې کاروبار څښتنه یوه افغانه خور ده، نو له دې سره غواړم چې خبرې وکړم. د دې مرکه به حتما په زړه پورې وي. راځئ چې ویې ګورو. او دا خور چې ده فرشته منصف نومیږي. منصف یعنی با انصافه. نو فرشته جانې اول خو ستړې مه شې، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او مرکې ته حاضره شوئ. تنایی صاحب محترم، در قدم اول سلام و احترام خدمتتان. تشکر از تشریف آوری شما، آمدین زحمت کشیدین، تایمتان را بر ما دادین. یک جان تشکر از شما همچنان. خواهش کوم. زما لپاره خو مهمه دا ده چې د افغانان په یو برخه کې وځلیږي، خصوصا بیا میرمنې او داسې میرمنې چې هغه په هره برخه کې ځلیږي، که هغه د تعلیم برخه ده که د کاروبار برخه ده. خو معلومیږي دا ستاسو مخکې چې تا خبرې وکړلې، ستاسو کاروبار ستاسو د زیار، زحمت او تحصیل نتیجه ده. اول خو دا راته چې څه شی مو لوستی دی، څه شی تحصیل مو کړی دی؟ بک‌گراند تحصیلی من اسپین صاحب محترم بزنس منیجمنت است و در پالی بزنس منیجمنت من دیگر دستاورده و کارهای دارم کم و بیش که سر از اونام کار میکنم. مثلا در آمازون فعال هستم، کار میکنم و در ضمن مصروف اینمی بوتیک که شما فی الحال قرار دارین یک سهولت خواستیم برای افغانای نازنین ما باشه و تجربه داشتیم در این عرصه و خواستیم که یک سهولت ایجاد کنم. معمولا خودت که قدر زن هوشیار هستی، قدر مثلا تحصیل کردی، بالاخره آخرم چرا دکانداری؟ بسیار یک سوال مقبول، به خاطر ازی که اولتر از همه خودتون یک بوتیک در لندن وجود نداشته که تمام سهولت‌ها رو در زیر یک سقف داشته باشه. مثلا ما لباس‌های عروسی داریم، لباس‌های نکاح داریم، لباس‌های گند افغانی داریم و لباس‌های ایونینگ درس داریم که پارتی میرن و میپوشن و دریشی‌های مردانه، پیران تنبانی اینا. و این به خاطر از این ما ترجیح دادیم در این کاروبار و در این بزنس باشم. استفای ما همش خانم هستن، یک رخنه کاری، یک سهولت بر خانمای نازنین داشته باشم و در ضمن از طریق زحماتی که ما در اینجا داریم ما و استفای ما یک رخنه کمک به اطفال به وزارت افغانستان باشه و نمیخوایم که تکراری همی حرف ما یاد بکنم. بار در مصاحبه و اینایی که داشتیم بالای همی موضوع بحث شده، ولی چون حال شما این سوال از ما کردین، در جواب شما باید بگویم که خواستیم یک سهولت داشته باشم برای خانما و مخصوصا خانمای افغان. دوستشان دارم، میخوایم سپورتشان کنم و به می خاطر ایجاد کردیم. و این نام که ما میبینم، چرا این نام دادین و روز اند سمایت؟ بله، بسیار یک سوال است که همیشه تنایی صاحب محترم از ما صورت میگیره. روز اند سمایت تقریبا من حدود 3 سال سر نام از این برند خود کار میکردم و منتورای پروفشنال انگلیس با ما کار میکردن و این روز اند سمایت ما به خاطر انتخاب کردم یکی خب ما شما در مملکت هستیم، نام را انتخاب کنیم که مفهوم از او به همگی واضح و آشکار باشه. و روز خانم عروسی هست یا می کستمره که داخل دکان ما میشه یا لباس عروسی و ایونینگ که میخره یا هر پرودکت را که بخرن. روز ما گل به امو کستمر ترجیح دادیم و سمایت به اسپارکل و زرق و برق و اینی چیزها را مانا میته، یعنی این مقبولی می افزایه به مقبولی و ظرافت عروس ما. دیگه مفهوم نام برند ما امی است و ما که میبینم اکثرا برای امی 2 نفر است دیگه، برای شاه و عروس چیزهایی را که شما میفروشین و در ضمن کالای افغانی
پشت سر ما دیدم کالا برای خانما نه تنهایی که برای عروس باشه، برای همه خانما بله و برای هر مردا، برای مردم اصلا. بله دقیقا ما پرودکت های ما تنها برای عروس خانوما نیست، ایونینگ درس های ما برای دیگه خانوما هم هستن که پارتی میرن و خصوصا فوکس زیاد ما سر لباس های افغانی ما برای آقایان هم است. بسیار دیزاین های مقبول داریم و خواستم که امی کلتور و فرهنگ ما و شما زنده بانه از امی طریق، چون نسل هایی که در اینجا اسپین صاحب تولد میشن معلومات کافی در رابطه با لباس ها و کلتور و فرهنگ افغانستان ندارن و در پالوی دیگه پرودکت های خود ما فوکس زیادم سرازی است، کوشش های زیادم سرازی است که ما بتانیم امی کلتور و فرهنگ افغانستان زنده نگه داریم و به نسل هایی که و ما مجبور مکلف هستیم که اینمی کلتور و فرهنگ خود به نسل هایی که تازه تولد میشن و اینجا تولد شدن بیاموزانیم و بفهمانیم. و یو خبره کومه چې فرشته جان مخکې ماته چای تیار کا او ماته ویل چې د وطن نخې او نښانې او لباس د دې په څنګ کې وای د وطن شیرینی هم د داوی نه ده دا د وطن شیرینی ودرگه چی میگه ایره د افغانستان شیرنیگک نه دندانکش خو نبود. او یکی است که ما ایراتیا داریم که دشلمه میگن و این شیرنیگک خود در کل جای بود. اتفاقا من از لندن پیدا کردم و آوردم گفتم باشه که از شما دا خو طبیعی ده د افغانستان دی توتان دی ده. بله یا ممیز دی توتان دی او دا روټ دی فکر کوم بله یا روټ هم بله یا کشمش هم از افغانستان هستن. ایسه خام دا راته وای چې زبل کستاسو اجازه زبل فارسی هم وغږیږم، تر اوسه ما فارسی نه دا ویلې نو لږ ډارېږم ما به بخی چې زما فارسی ګډه وډه نشي او تاسو کرا پورې وخاندئ بیا بې جرأته کېږم و خودت هم فرشته جان مرا کمک کتیم و تشویق کو که اگر من فارسی غلط میشه تحقیر نه تشویق کو مرا. تنهای صاحب محترم بسیار های کلاس صحبت میکنین، پرفکت از دریتان، هیچ مشکل ندارین. ما خب قبلا هم امروز شما هم کلام شدیم حالا چی میگن شکست نفسی میکنین. خب برای ما اینه بگن که چقدر مشکل بود برای یک خانم افغان در افغانستان، طبعا شرایط ما میبینیم برای خانم ها مشکل است، در ایجاد مسافری و در غربت چقدر مشکل بود یا با آسانی این چیزا کلش به دست آمد؟ بسیار یک سوال خوب کردین که ما همی به حساب جورنی که از افغانستان ما داشتیم طرف تقریبا در 2010 یا بهرای 2010 آغاز 2011 افغانستان را ترک کردم به طرف هندوستان. تقریبا در هندوستان 3 یا 4 سال امونجا ماندم که بزنس خود داشتم، تحصیلات خود در پانتون مهاتما گاندی به پایان رساندم، بزنس شخصی خود داشتم. بعدا در 2014 طرف لندن آمدم. از زمانی که من لندن آمدم اسپین صاحب محترم ما یک روز تایم ما ضایع نکردم. در آغاز که آمدم تقریبا 2 ماه تیر شده بود که من فوکس خود سر درایوینگ لایسنس خود کردم گرفتم. بعدش امتحانایی بود لایو این دی یوکی و کار حساب سر پاسپورت و خدا بیگی و کار کو و زحمت بکش. در اینجا هم تحصیلات خود خلاص کردم و بعدا مشغول یک بزنس تیکاوی بودم که به او را به فروش رساندم. بعدا یک هتل پیشم بود، هتل هارسی که پندمیک آمد، کرونا آمد، نتونستیم که پیش ببریم و بعد از او کار میکردم. فاینالی ما تانستم که می بزنس خود استبلش بکنم و پیش ببرم که الحمدلله به دعای والدینم و دعای شما دوستا و تشویقای شما تانستم که امروز امو خواب خیالی که در سر داشتم رو به واقعیت تبدیل بسازم و این بوتیک. چطور شما میتونین در اینطور یک حالت که حتما کار خانه رو میکنین یا نه یا کسی هست که در خانه کار میکنه؟ معمولا مردای افغان خو کار خانه رو نمیکنن حالت شما چطور است؟ تنهای صاحب محترم کار خانه خو بسیار یک چیزی است که باید آدم بکنه، حتمی است. اولادای نازنینم از الحمدلله توفای خداوند دارم میکنن، اونام خودم هم میکنم.
بله کارخانه هم میکنیم، کار بیرون هم میکنیم، مسئولیت های خود هم داریم. چی رو فراموش کردین؟ پدر اولادا هست زنده است یا نیست؟ هستن شکر خب حیات کمک دارن میکنه؟ الحمدلله. و چطور اونا طور با آسانی براتان اجازه دادن؟ به خاطر که مردم افغان معمولا کمک که در این مسئله بسیار خوش نمی باشه که خانم بره مثلا بزنس کنه، کاروبار کنه، در بیرون بره. این حالت بود در حالت شما یا نه؟ نه خیر، نه همچون مشکل را ما نداشتیم، به خاطر از که ما انجینیر صاحب خدا بیامرز بابا جانم منصف ساده صاحب فوت کردن. اونا یک مرد تجارت پیشه بودن و اتفاقا ما 4 خواهر هستیم، در 4 مملکت هستیم، هر کدام ما بزنس های خود داریم، همیش در کار بار بودیم، کدام مانعی بر ما نبوده، چون که ما ما همیش در ذهنم یک لغت میآید که خانمای افغان شیرزن ها هستن، همیش کار میکنن، زحمت میکشن، بر علاوه که یک مادر هستن و میتونن یک بزنس وومن بسیار موفق باشن. دیگه بنان ما هم چون مشکل را بر نخوردیم. بیشتر برای من گفتن که شما از هرات هستین، ولی همین چیز شما لهجه شما هراتی نیست. چرا یاد ندارن یا نمیخواین یا از یادتان رفته؟ تنهای صاحب محترم، یک همیش من که هراتی ها را میبینم که همه بیش هراتی صحبت میکنم، چون که من از هرات باستان هستم، از شهر نو، فامیلای منصف زاده هستم که هراتی های نازنین ما ببینن مشناسن، ولی کلان شده کابل زیبا هستم، شهر نو، قلعه فتلا و اینا. بابا جانم مادر جانم همونجا زندگی های ما هست فعلا هم زندگی میکنن. لهجه به خاطر تغییر خورده که والده صاحب کابلی هستن، انجینیر صاحب خدا بیامرز از هرات بودن و کلان شدیم در اونجا و یگان کم بیش میای ایراتی که ایراتی ها رو میبینیم. زبان فارسی خب معمولا میفهمین که زبان خود ماست، پشتو میفهمم، ولی زمان که میخوایم صحبت کنم با هندی از پیشم مکس میشه، چون که در هند زندگی کردیم و هندی و اردو خب مشابه است، بسیار خوب میتونم صحبت بکنم انگلیش. دمی زبان ها کم چقدر کمک میکنه برای شما در پیش برد بزنس شما؟ به خاطر که هر قدر زبان ها رو که آدم زیاد بفهمه قدر فایده میکنه. در زندگی عادی هم اوگه بس، ولی در کاروبار حتما تاثیر داره. دقیقاً که من هر روز این تجربه را دارم، زمان که یک به می لسانایی که ما تسلط دارم کستمر داخل میشم رایشان صحبت میکنادم، اونا خوششان میاد، باز میپرسن که مثلا چطور شما یاد دارین، میگم ما زندگی کردیم. و اتفاقا اگر آدم هر یک لسان هم میفهمه، یک لسان بفهمی یک آدم هستی، 2 لسان بفهمی بسیار تاثیر خود داره. در خانه که اولادایتان با کدام زبان گپ میزنن، انگلیسی یا فارسی؟ دری صحبت میکنیم، فارسی، ولی در داخل دکان اگر کستمر خارجی می باشه مجبور استیم امو ترمز کاندیشن بزنس پیش ببریم انگلیش صحبت کنیم. در غیر از او دری بسیار دوست دارم که دری صحبت بکنم، چون بسیار ما دیر است که از افغانستان بیرون شدیم، یگان وقت تو کلمه میخواد که از پیشم فراموش شه یا مکسب شه، ولی نمیمانم. روزی 1 ساعت فکر کنم 40 دقیقه مطالعه میکنم، میرم به کتابای دری را میخوانم. به خاطر پرسان کردم، ایره سوال کردم که معمولا در بیرون کسی که افغانایی که در بیرون از کشور هستند، در کشورهای غربی و دیگرها، اینا بسیار علاقه دارن که انگلیسی را زود یاد بگیرن. باز انگلیسی که اولادای خودم انگلیسی گپ میزنن، باز یک وقت میرسه که زبان اصلی از یادشان میره. نه تنهای صاحب، من پیور دختر افغانستان هستم، اوریجینال پیور دختر افغانستان. وقت دارین برای ازی که مثلا که اولادایتان درس بخونین، مسائل مذهبی و دینی و ایگپا را توجه کنین؟ به خاطر که شما مصروف هستین زیاد، فکر نمیکنین که یک چیزی میشه که در آینده اولادا باید مثلا کلچر خود، زبان خود و دین و مذهب خود صحیح بفهمه؟ در این مورد در تشویش نیستین؟ نه الحمدلله، اولادکای ممشان دسترسی کامل دارن، میفهمن نماز خدا میخوانن، دسترسی به قرآن شریف خواندن و این مسائل همش الحمدلله. از این دور مشکل گذشتیم
همه چیز به می سبک خود به درستی پیش میره. این تشویش هیچ ندارم. و حتی بعض اوقات دخترکای نازنینم کمک ما میکنن، معلومات کافی کنا دارن، بر ما میگن مادر جان این رقم است. یا لباس های افغانی رو پیشتر ما که دیدم، از کجا میارین لباس ها؟ از افغانستان یا از دیگه جا؟ لباس های افغانی ما معمولا از افغانستان میایم، به خاطر از اینکه ما تونسته باشیم یک سهولت کار بر خانم‌ها ایجاد بکنیم. انشالله و رحمان ما کوشش میکنم که کارهای خود وسط بتم که از این طریق بتانم ما خانم‌های افغان زیادتر به کار بندازم یا یک دستگاه کوچک داخل افغانستان. بله و یک تولیدات کوچک داشته باشیم که هم بر از اونها کمک شود از بیکاری و تشویش‌های روحی براین و هم بر ما یک سهولت است که بتانیم تولیدات از اونها را اینجا عرضه بکنیم. در شرایط فعلی چقدر به حساب لوجستیک یا به حساب مسائل تکنیکی چقدر مشکلات وجود داره که شما میخواین از افغانستان اینجا میرسه به وقتش؟ قیمت است، ارزانش چی رقم است؟ پرودکت های ما 5 الی 6 روزه میگیره، اما نهایت 7 روزه میگیره از افغانستان که بر ما برسه. الحمدلله توتال مشکل بر نخوردیم، میرسه پرودکت افغانستان خودتان تولید میکنی یا نه میخرین باز اینجا روان میکنه براتون، یا دوجا کسایی را دارین که خودشون جور میکنه کالا را؟ بله تولیدات ما اونجا است که ما یکی دو کمپانی است که کار میکنیم، فی الحال از خود ما نیست، ولی ما کوشش میکنم که کمپانی به حساب می کارگاه خود ما را راه اندازیش شروع کنم که بتانم خانما را سپورت کنم. هدف حساسی ما از ایجاد این برند ما سپورت خانما است. خانما و اطفال بی بزاعت افغانستان که نازنینا والدین خود از دست دادن، بتانم اونا رو سپورت بکنم. بسیار یعنی تنهای صاحب محترم رنج میکشم که میبینم متا اینمی کلمه را که یاد میکنم گلون ما بغض میگیره، گریم میگیره دیگه. ببینم انشاءالله رحمان که چی کردم. خودت از این گپا گذشتی، از این مشکلات زندگی پیشتر برای من گفتی که بسیار مشکلات بود ولی کوشش کردی، تلاش کردی، به یک جای رسیدی. فکر میکنی که خانمای افغان میتونن یا نه مشکلات اقدر زیاد است که اونا باید دست بشورن از این گپا و قرار بشینن هیچ کاری نکنن؟ اصلا نه. اگر من تنهای صاحب محترم میتونم، چرا خانم دیگر نتونه؟ فرق بین ما و از او خانم دیگه چی است؟ میتونن، ولی یگانه چیزی که دم رای از اونا رو گرفته سهولت ندارن. میتونن، ما قدر تالنت های خوب در بین خانما دیده میشه. خلاصه ما یک لقب بر خانمای افغان میتونم که شیرزن هستن. میتونن هر کار میتونن، بزنس پیش برده میتونن. پیلوت ما شما داریم، دکتر داریم، انجینیر داریم. فقط یکم شاید به وقت نیاز داشته باشن و مادر بودن هم آسان نیست. در قدم اول ما زمانی که طفلکای میخورد بود، یعنی من هیچ نوع بزنس درون انداخته بودم، بخاطر طفلا فول تایم مادر کار داره دیگه. چرا نتونن؟ هر خانم میتونه. به حساب پیلوت شما که گفتین، راستی هم یک خانم ایراتی، یک دختر از ایرات است که گپ میزد، او پیلوت است در اسکاتلند فعلا زندگی میکنه و آدم کرده که مصاحبه میته برای یوتیوب. فکر میکنین که در اینجا اصل به اصطلاح همکاری در کدام ساحه مهم است؟ شما گفتین که همکاری مردها مهم است در خانه، پشتکار خودتان مهم است، دیگه چی است که آدم خانما میتونه سرش حساب کنه و پیش بره؟ در قدم اول خب تایم زیاد خدا بر طفلکایی که بسیار خورده هستن نیاز دارن به مادر بتن. بعد از این دوره مادری که اگر فارغ میشن، تحصیلات خدا باید سرش فوکس داشته باشن و در این مملکت خب مهمتر از همه درایوینگ لایسنس است و بک‌گراند تحصیلیت است. این چیزها را که داشته باشن میتونن خودشان به اصطلاح از هر لحاظ میتونن قوانین درست مطالعه بکنن، شرط شرایط یک بزنس هم مطالعه بکنن و در ضمن پشت هر زن موفق یک مرد موفق است و در پشت سر هر مرد موفق یک خانم موفق است و سپورت خانوادگی هم رول داره. تصمیم دارین که مثلا امیل لباسا و کالا و گپاره از افغانستان که میخواین که خودتان برین در وجود افغانستان بگردین ببینین، باز دوباره بیاین در وجود مثلا موتروانی کنین در ما بین افغانستان، یا نه تصمیم ندارین؟
به حساب موتروانی رو خود چیز گفتن نمیتونم، چون که از اینجا خسته شدیم از درایو زیاد. ولی بله، به خاطر دیدن، به خاطر زیارت خاکم افغانستان عزیزم، مادر جانم، فامیل محترمم، برادر نازنینم در افغانستان است و دیگه دوستا و اینا، حتما میرم و می بزنس یک بانه شوه که برم اونا رو ببینم. و بسیار دق شدیم پشت افغانستان. 2016 که رفتیم ایرات رفتم و کابل جان بودم ایرات و دوباره آمدم دیگه. بنابر مصروفیت هایی که داشتم نتانستم واقعا که برم. تصمیم دارم برم و اگر بتانم کمی یک کارگاه کوچک را ما برای خانما ایجاد بکنم و انشالله. اگر شرایط سخت هم است و آماده هستیم که برین، مثلا در افغانستان خو شرایط طوری است که مثل این رقم نیست که شما سرلوچ بگردین امی رقم. الحمدلله حجاب اسلامی رو مراعات میکنیم، میریم. چرا نه؟ ولی یعنی آماده هستین حتما چرا نه؟ افغانستان پاک ماست. دلتون نه نمیره دختر چی میگن، ما پیور دختر وطن هستیم. پیور. نه الحمدلله وطن است. تنهایی بسیار دوست دارم. تشکر بسیار زیاد فرشته جان منصف بود. نو فرشته جان نه مننه کو او د روټي ګوري د نور د افغانستان د چاکلیټ نه دي وطني او د وطن چای دی. داسې معلومه شو زعفران هم پکې شته لکه چې بله زعفران خو زعفران ایراد جان د دوی د هرات زعفران دی ونو د خپل پټینه به دی راوړي. مننه تر بیا. تشکر.